بیمه عمر و سرمایه گذاری شرایط مختلفی داره که افراد با توجه به نیازاشون انتخاب میکنن. این خانم میخواد وقتی فرزندش 30 ساله شد سرمایه گذاری این مدت رو به صورت یه جا دریافت کنه. این آقا میخواد اگه اتفاقی براش افتاد خانواده‌اش بعد از اون تأمین باشن. این مرد میخواد از چند سال دیگه تا آخر عمر مستمری دریافت کنه. این آقا پسرم میخواد وقتی به سن بازنشستگی رسید 2 تا حقوق دریافت کنه. برای رفع این دغدغه‌ها و نیازهای مشابه شما میتونید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان رو تهیه کنید و با پرداخت حق بیمه از مزایای اون برخوردار باشید. با بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان که دارای حالتهای متنوع پرداخت و روش‌های مختلف تنظیم بیمه نامه است، میتونید با آرامش بیشتری زندگی کنید. بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان.